با سلام و خسته نباشین خدمت بیننده های عزیزمون. امروز در نظر داریم که دانه مرغ برای جوجه های تازه از تخم به در آمده رو برایتان آماده بسازیم و این دانه ای که ما میخوایم امروز برایتان آماده بسازیم برای مرغان خیلی مقوی است و خیلی خوب کمک میکنه که مرغای تازه از تخم در اومده زودتر سر حال بشن و برای رشدشان بسیار مفید هستن. که مواد لازمش شبدر، تخم جوشانده، سبوس گندم، آرد ذرت یا جواری و همچنان نخود. در گام نخست نخود را با آونگ میچوکیم و خرد میکنیم. همانطوری که در تصویر نگاه میکنین آرد نخودمون داره آماده میشه و حالا هم نوبت شبدر است که شبدر باید خرد کنیم با آشکار و همچنان شبدر ما هم داره آماده میشه و به اندازه کافی خرد شده. همچنان شبدر ما آماده شد. الان نوبت تخم مرغ است که تا تخم مرغ رو خرد کنیم و آماده کنیم و همچنان آماده کنیم برای مخلوط. و همچنان تخم مرغ‌های آبپزا میخوایم خرد کنیم. تخم مرغ آبپزا ما هم آماده شد و آماده مخلوط است. قسمی که در تصویر میبینین همه مواد لازم رو آماده کردیم و آماده مخلوط است و الان میخوایم که مخلوط کنیم. آرد ذرت به اندازه و مقدار لازم، سبوس گندم و همچنان آرد نخود. اینا رو با هم مخلوط میزنیم تا درست حسابی قاطی بشن. بعد شبدر با تخم مرغ آبپزا مخلوط میسازیم. موادایی که انداختیم کاملا قاطی شدن و الان نوبت شبدر و تخم مرغ آبپز است. اینم تخم مرغ آبپز، فکر کنم چسبیده. الان هم نوبت قاطی کردن ایناست. دونمون حاضره، فقط برای جذب بیشتر یکم روغن ماهی هم استفاده کنیم خوبتره. برای جذب بیشتر یکم روغن هم اضافه کردیم و دوباره هم میزنیم. الان دونه مرغا به کاملی خودش آماده شده. الان بریم به جوجه ها ببریم که جوجه ها چی نظر دارن، آیا خوش میکنن یا نه. الان نوبت جوجه هاست که نظرشون رو بخوایم. به نظر میرسه جوجه ها هم از غذاشون راضی هن. لایک سابسکرایب یادتان نره. طریق غذا را درست کردن غذا را تو کافشن برایتان میذارم. برای دوستاتان ما شیر بسازید. لایک سابسکرایب یادتان نره.